سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. آقا تو این ویدیو قراره که با همین قلبه رو تعویضش کنیم. این قلبه چند وقتی بود خراب شده بود، اگه دقت کنید اینجا نگاه کنید قلبه خراب شده و اینکه کلا جای پیچاش هست شده بود و خراب شده بود. کلا دیگه دکمه استارت و بعضی از دکمه‌ها کار نمی‌کرد و اینکه وقتی هم گاز میده نگاه کنید دست گاز باهاش جابجا میشه. دوستان من رفتم یه ست قلبه تکنو گرفتم، برند تکنو گرفتم که عوضش کنیم. میخواستم تکی بگیرم چون یکی واقعا نیازی به عوض کردن نداشت، سالم بود، هیچ مشکل خاصی هم نداشت، ولی رفتم که تکیشو بگیرم، تکیش واقعا گرون بود و ارزش خاصی برای اینکه تکی بخوام بگیرم نداشت. 350 تومن گفت فقط یه دونه تکی اینو میشه. ولی اینکه این قبلی هم که بوده نگاه کنید، این قبلیه واقعا کیفیت خیلی خوبی نداشته به نظرم، چون این قلب‌ها به این راحتی خراب نمیشن ولی این خیلی زود خراب شد. پس با ما همراه باشید بریم که اینو تعویضش کنیم، هم این هم اون با هم تعویضشون کنیم. پس با من همراه باشید. Let's go. دوستان اینا دو تا پیچ زیر دارن، دیگه پیچ دیگه ای ندارن. یه دونش اینجاست اگه دقت کنید، یکیش هم اینجاست. نگاه کنید اینجا الان اگه زاویه دوربین مشخص بشه، یه دونش هم اینجاست که ما با یه دو سوی اینجوری کارو جمع میکنیم. خیلی کار را بندازه. پس پیچاشو باز میکنیم و دوباره براتون ویدیو رو میگیرم. خب دوستان من این پیچ میچا رو کلا باز کردم و قلبه الان آزاده. نگاه کنید این از قلبه. کل این قلبه همینه، چیزی که شما دارید مثلا از بیرون میبینید یه قلبه خیلی مخصوصه ولی تمام کارهای قلبه فقط همینه. خب باز شد و این از کل قلبه‌ای که شما میبینید اینجاست. و برای اینکه بخوایم کل این قلبه رو باز کنیم باید بریم و کله چراغ کلا باز کنیم، سیم کشیش باید باز بشه و اون قلبه جدید به جای این قرار بگیره که من الان قلبه جدید میارم اینجا میبندم و سیم کشیشو آخر سر انجام میدیم. الان بریم اون یکی رو بیاریم و ببندیم اینجا. دوستان قلبه‌ای که گرفتم دقیقاً همینه، برند تکنو. اگه نگاه کنید اینجا رو نگاه کنید تکنو و به نظرم جنس کارش واقعا خوبه، چون نگاه کنید دکمه و این چیزا از همه لحاظ اوکیه و کمبودی نداشته تکنو. دوستان اون قلبه قبلی کلا سوکتشو حذف کرده بودن ولی من میخوام سوکت اینو حذفش نکنم. دوستان شاید سوکت اون یکی قلبه رو عوضش کنم، یعنی کلا بندازم رو این یکی، چون سوکت گیرم نیومد، سوکت اون مادگی و اینم ندیه. نگاه کنید اینا به هم میخورن، پس اونو میندازم رو این و اونو حالا میتونم با سیم ببندش. حالا اگه بعدم سوکت گیرم اومد اونم با سوکت وصلش میکنیم. و دوستان برای وصل کردن این نگاه کنید این دو تا پیچ باید باز بشه، یکی این یکی اینو باز کنیم و اینجا اینو ببندیم، ببینیم رخ کار چجوری میشه. بعد بریم و سیم کشیشو با هم اوکی کنیم، بریم که داشته باشیم و این دو تا پیچو باز کنیم. خب دوستان نگاه کنید این هنوز پیچاشو نبستم و نگاه کنید کلا اصلا کیفیت کار نگاه کنید، شما کیف میکنید، خدا وکیلی کیفیت عالی. من اینو گذاشتم برای اینکه ببینیم چجوری میشه رخ کار و اینکه الان بریم و کله چراغ اول باید بازش کنیم. کله چراغ که باز بشه سیمای اینو باید در بیاریم و سیمای اونو جاش جا بزنیم. پس میریم و این کارو انجام میدیم که کارمون سریعتر پیش بره. بزن که بریم. خب دوستان کله چراغ کلا باز کردم. نگاه کنید این وضعیت سیم کشی اونم نو، اصلا هیچ مشکل نداره، سیم کشی نو. ببینید اینجا چون سوکته اون سوکت اینجا نمیره، نگاه کنید اینجا اصلا جایی برای رد شدن سیم نداریم. پس ما باید کیلومترمون رو باز کنیم و اون سوکت رو ردش کنیم، بعد دوباره کیلومترمون رو میبندیم. فقط این پایش رو لازم باز کنیم، خود کیلومتر رو لازم نیست، فقط پایش رو باز کنید و همین، یک کار خاصی لازم نیست. پس بریم با هم کیلومتر رو باز کنیم و سوکت رو رد کنیم و بعدش بریم برای ادامه. خب برای باز کردن پایای کیلومتر یه بوکس 19 لازم دارید معمولا. برای من 19 میخواد، پس من بوکس 19 رو میارم. خب دوستان بوکس 19 رو آوردم و شروع میکنیم برای باز کردنش که اینجا بندازید. خب دوستان پایه ها رو شل کردیم و الان پیچ ها رو باز میکنیم. یکی از پیچ ها و اینم پیچ دومیش. و دوستان اینم از کیلومتر. اینجا دیگه الان میتونیم به راحتی سوکتمون رو رد کنیم و دوباره کیلومترمون رو همینجا میبندیم. خب دوستان سوکت رو ما آوردیم اینجا به همراه یه دونه سیمش و این سوکتی که مال اون یکی قلبه بود و ما قطعش کردیم و گذاشتیمش کنار که الان براتون میارم و ببینید. دوستان این سوکت مال اون قلبه بود که مال قلبه اونوری بود و حالا ما اینو قطعش کردیم چون یکی رو میخوام یکسره کنم و اینو میخوام وصلش کنم. پس ما اینو آوردیم تا اینکه اینو وصلش کنیم به این و حداقل یکیشون سوکتی باشه، حالا یکیشون دستی هم باشه، مشکل خاصی نداره. همین الان میریم با هم وصلش میکنیم. دوستان این 7 سیمه، اینجا کلا 7 سیمه برای
داره این، ولی این 9 سیمه. آره 9 تا سیم داره، پس ما باید دو تاشو یا جدا کنیم یا اصلا وصل نکنیم. پس حواسمون رو جمع میکنیم که اون دوتا برقی بهش اتصال نشه باشه و این سوکت الان وصل میکنیم به این صورت دوستان. این باید وصل بشه و بریم برای سیم کشیش. خب دوستان از داخل سیم کشیتون بگردید و سیم های قلوه قبلی رو پیدا کنید که از اینجا اگر که نگاه کنید این سیم ها مال قلوه قبلی مونه. اینا یه دسته سیم کاملا افتضاحی دوستان. نگاه کنید این خیلی بهتره نسبت به اینکه اینا رو بخواید همش تکون بدید تا اینکه بفهمید چی به چی میخوره. و دوستان من قلوه قبلی برای این در نیاوردم که اولا که سیم گاز بهش وصله، با سیم گاز اولا در بیارم و اینکه از روی همون سیم کشی خودش اگر میخواید شما اشتباهی نکنید و یه موقع تو کارتون خطایی نباشه میتونید از روی سیم کشی که خودش وصل کرده شما به این سوکت ها وصل کنید. البته شما نباید به سیم های پایینی دقت کنید، چون معمولا سوکت هایی که میگیرید یا اگر سوکت اون یکی مثل من که رفته اون قلوه اونوری و کلا سوکتشو قیچی کرده، باید شما به رنگ های بالایی دقت کنید. نگاه کنید همون رنگ هایی که این بالا هستن، مثلا الان این قرمز خط زرد مثلا اینجاست، این بالای این گوشه. پس دوستان اینجا اگر بیایم روبروشو نگاه کنیم میشه مشکی، یعنی همون قرمز خط زرد اینجا میشه مشکی و به این دقت کنید که یه موقع اشتباه نکنید. و بعد از انجام هر کدوم از سیم‌ها یعنی وصل کردنشون یه چسبی بهشون بپیچونید که یه موقع همین که اشتباه نشه و در نیاد و کلا کارتون ترتمیز هم باشه. پس بریم که دونه دونه اینا رو انجام بدیم. اولیش که دوستان قرمز خط زرد هست، مال استارت، باید اینجا درش بیاریم. این مال خود سیم کشیمون بود. نگاه کنید سیمش واقعا داغون بود و ما باید اینو باید وصلش کنیم به استارت، یعنی اون سیم مشکیمون رو بذاریم داخل استارت. پس بریم که کاراش انجام بدیم. خب دوستان ما سیم زرد خط قرمز رو وصل کردیم، این مال قلوه بود که جداش کردیم و اینجا نگاه کنید زرد خط قرمز یا حالا قرمز خط زرد، جفتشون هم یه حالت، آخه رنگاشون یکیه ولی ما میگیم زرد خط قرمز. خب میشد مشکی که دقیقا نگاه کنید همون گوشه مشکی ما وصل کردیم به زرد خط سبز که مال استارته و داخل خود سیم کشی اومده. این یکیش. و دوستان میریم برای دومیش سیمی که از داخل قلوه وصل شده. اگه دقت کنید این سیم سبزمون وصل شده به یه منبعی که اینجا هست. به این ما باید این سیمو در بیاریم اینجا و اون یکی سیمو جای اینجا بزنیم. دوستان من چون یه دستی ام نمیتونم کامل ویدیو رو در همین دقیقه که دارم وصلش میکنم براتون بگیرم و بعد وصل کردن من ویدیو رو دوباره براتون میگیرم و بریم که اینو با هم وصلش کنیم. خب دوستان اینجا یه قهوه‌ای از داخل خود همین چیزا اومد. نگاه کنید داخل خود قلوه این قهوه‌ای، حالا نمیدونم رنگش واسه ما داخل ویدیو قشنگ مشخصه یا نه، ولی در حال حاضر این قهوه‌ایه. این قهوه‌ایه وصل شده به از خود قلوه که اومده وصل شده به این دسته. خب ما اینو در اینجا به این صورت وصل شده. این قهوه نگاه کنید وصل شده به این سیم آبی که ما باید این قهوه‌ای اینجا جدا کنیم و قهوه‌ای جدید رو اینجا وصلش کنیم. یه وصله خیلی زیادی بوده، اگر سوکت می بود خیلی کارمون راحت تر بود، ولی خب متاسفانه سوکت نیست و مجبوریم که اینجوری کارو انجام بدیم. بریم برای اینکه این کارو انجام بدیم و اینو بازش کنیم و قهوه‌ای دومو جاش جا بذاریم. دوستان تا اینجا رو اوکی اومدیم. نگاه کنید اون سیم هم وصل کردیم دوباره همینجا و دوستان شما مثل من همین کاری کنید. نگاه کنید سیمایی که از قلوه بود، حالا اگه میخواید قاطی نشه با بقیه سیما، اینا رو همشون به هم همینجوری بپیچونید. نگاه کنید به این صورت بپیچونید که شما اذیت نشید و با بقیه سیما هم قاطی نشه. بریم برای ادامه. آقا یه سیم مشکی از اینجا اومده این و باید ما این سیمو پیداش کنیم ببینیم کجاست. سیم مشکیمون رو اینجا پیدا می‌کنیم و بهش وصل. نگاه این سیم مشکی ما باید اونو به این وصل کنیم و کم کم دیگه اینا رو از هم جدا کنیم و اون یکی رو وصل کنیم. بریم که اینا وصل کنیم با هم. خب دوستان من رفتم و اون سیم مشکی رو هم وصل کردم. مشکی داخل این یکی سوکت میشد آبی که من وصلش کردم به مشکی. اگه دقت کنید اینم از اینا هم تموم شد. خب الان میریم برای سیم آبی. دوستان سیم آبی اینجاست. نگاه کنید این سیم آبیه که وصل میشه به آبی خط سفید که از سیم کشی اومده. پس ما اینو باز میکنیم و به این وصلش میکنیم. دوستان سیما رو به طور کامل وصل کردیم و به صورت سوکتی وصلش کردیم، چیزی که خیلی دنبالشن که سوکتی وصلش کنن. و سوکتی دوستان بهترش اینه که از خود سیم کشیتون یه سوکتی مثل این داشته باشه که اینجوری زیادی دیگه چیز نکنه، زیادی به هم ریخته نباشه. ولی چون واسه ما دیگه موقعی که سیم کشی من نوه، ولی خب اون موقعی که زیاد تو سیم کشی اینا سر در نمی آوردم، تقریبا 1-2 ماه پیش دادم یه بنده خدا این کارو انجام داد و کلا دیگه سیم کشی داغون کرد. یعنی سوکتی که برام کارو نکرد. میتونست بگه مثلا سوکت بیار برات سوکتیش کنم، ولی این کارو نکرد. خب بعضی هستن اینجوری ان دیگه. شما باید خودتون
سیم کشی رو یاد بگیرید و سلیقه به خرج بدید، به این صورت کار رو انجام بدید. و فقط دوستان موقعی که دارید سیم میمار جا میزنید حواستون باشه که سیم ها به درستی جا بخوره و اینکه دور و برشون جایی مثلا بیرون نباشه یه تیکه سیم. چرا؟ چون اگه بیرون باشه ممکنه به یکی از این سیما بخوره و اتصالی پیدا کنه و خدای نکرده سیم کشی یا فیوزتون کلا به فنا بره. پس حتما موقع وصل کردن این سیما نگاه کنید. من همشونو به صورت کامل و ظریفکاری انجام دادم که اینا رو باید به صورت کامل وصل کنید. خب آقا اینا رو انجام دادیم. برای اینکه مطمئن بشیم ببینیم واقعا الان کار میده سیم کشی و این قلبه‌ای که تازه انداختیم کار میکنه، باید بریم و تستش کنیم. خب دوستان بریم برای اینکه ببینیم تست کنیم، قطع کن و همه چیزا رو تست کنیم. اولا که دوستان چراغ رو باید تست کنیم. چراغ الان روی موتور نیست ولی خب تا حدی نشون داده. نگاه صفحه کیلومتر روشن میشه. این چراغ سکنه، این چراغ بزرگه و عوض کردن حالت هدلایتمون هم درسته. و الان استارت رو هم چک کنیم. نگاه کنید اینجا قطع کن، نگاه کنید در عرض دقیقه قطع شد. این یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونید دوستان. قطع کنتون باید کار کنه. خب الان گاز موتور به هیچ عنوان وصل نیست. ما سیم کشی رو انجام دادیم و الان میریم که گاز موتور رو وصل کنیم و این سیم گاز رو از اینجا باز کنیم و جداش کنیم و اینکه از همینجا جداش کنیم، اینو بچرخونیم و باز بشه. بریم که این کارو با هم انجام بدیم. در حال حاضر سیم کشی کامل و درست انجام شده کاراش. دوستان من اون سیم گاز رو از اون قلبه‌ای که بود در آوردم و میخوام روی این ببندم. نگاه کنید الان بازه. خب قلبه هم بازه و این سیم گازمون هم الان بازه. یه راه راحت ترش و ساده ترش اینه که خود همین از همینجا باز کنید. اینو از همینجا میشه باز کرد. خب دوستان من اینو بستم. من اینجا نگاه کنید اینو کامل بستم و اینو الان بریم که قلبه رو ببندیم روی خود فرمون. اینو ببندیمش و بعدش باید بریم سراغ اون یکی قلبه. خب دوستان یکی از قلبه‌ها که اوکی شد. واقعا دوستان خیلی خوبه، کیفیت خوبی هم داره. پیشنهاد میکنم حتما برند تکنو رو بگیرید، واقعا برند خوبی. خب دوستان بریم برای اون قلبه اونوری که خودش هم اونجا گذاشتم و بریم اون رو باید عوضش کنیم. بریم که اونم باز کنیم و عوضش کنیم و کارو جمع کنیم دوستان. بریم که داشته باشیم. خب دوستان عزیز بالاخره اتمام کارو هم براتون گرفتم. آقا نگاه کنید این قلبه سمت راست که دارید میبینید، نگاه کنید روشن کردن چراغ کامل، عوض شدن حالتهای چراغ به طور تکمیلی و استارت. میبینید به طور کامل استارت هم میخوره و قطع کنش هم کار میکنه و راهنمای اینور اگه نگاه کنید راهنمای اینور به صورت کاملا اوکی و بوق هم میزنه. اینم از چراغ سلام. خب دوستان خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید و ممنون میشم که از ما حمایت کنید. لایک و ساب فراموش نشه. خیلی عشقی. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.